سلام بچه ها، امروز اومدم واسه تون آموزش فال کردن دی پی آی بذارم. اول واسه شیائومی ها رو فال میکنم، بعد واسه سامسونگ. این واسه شیائومیه. اول از همه وارد تنظیمات میشیم. بعد واسه اینکه کارتون آسان تر بشه اینجا جستجو میکنیم شماره ساخت. شماره ساخت پیدا میکنید، میزنید اینجا 7 بار باید روش بزنید تا گزینه یه برنامه نویسان واسه به قابلیت های گوشیتون اضافه بشه. 1 4 5 6 7 8 9. بعد اینجا باید رمز گوشیتون رو بزنید. بعد رمز گوشی زدید، نوشته شما اکنون یک برنامه نویس هستید. میایید بیرون، بعد میایید سیستم، اینجا یه نوشته گزینه برنامه نویسان، رو این کلیک میکنید. بعد وارد این قسمت از برنامه میشید. بعد اینو میایید پایین، اینجا نوشته کوچیک کردن ارز، همون اگه انگلیسی باشه میشه دی پی آی. ما الان دی پی آی 570. بعد هر چی رو بیشتر بذارید این نوشته های صفحتون کوچیک‌تر میشه و سرعت صفحتون هم بیشتر میشه. خب ما الان اومدیم روی صفحه نمایش سامسونگ. از اینجا که وارد تنظیمات شدی میایم درباره تلفن، اطلاعات نرم افزار، شماره ساخت. اینجا از روی این چند بار کلیک کنید تا گزینه برنامه نویس واسهتون فعال بشه. رمزتون رو وارد میکنید، میایید بیرون، اینجا گزینه های تهیه کننده، اینو میزنید، میایید پایین، نوشته حداقل ارز، این دی پی آی تونه.